و علیکم. بله. و علیکم. شما من یادم بله. سلام کنم. ماما همین موتر من بیاوردم اینجا. الان من صبح به تاثرک استاده بودم موتر من بیاوردم اینجا گفتم امور یلده. حتما خلاف استاد کده بدی. بله. حتما خلاف استاد کده بدی. خرا خور استاد کردم نه خرار استاد نکردم موتر خور. خلاف استاد کده بدی. خلاف. خلافش تنها. کو عرضه تو. بله. کو عرضه تو. عرضه. من نمیفهم عرضه چیه. موتر من آوردن عرضه نمایم من. موتر من به تاثرک بیدم به شهر نو. انا این بگیرست جلسه دل بکسل کرده بیاورده به اینجگانم. بیاورده اینجگانم به پیش شما اینجگا من. انا بیبی من گفت برو چیز کو. ارز التماسی بکو که بدم. درست گپ تو. موتر تو خلاف استاد بوده، موتر تو رو بیاوردم. من تو عرضه کو که تی مراحل شه که دوباره این کار نکنی بعد از اون موتر تو خلاص میشه. خب کجا برم مال من؟ با همین کنار سرک عرضه نویسات شیشته یک عرضه نوشته کو بیارک به اینجا که من راجع کنم. به تا سرک؟ من تا سرک همینه که خط نمیشته میکنم. ای خیر بینید پیش همونه برو مشکلات خور بگو همه که خودی رو میفهمم نوشته میکنم بعد از اون بیارک که ما راجع کنیم تی مراحل قانونی شه. خوبه ماما خوبه. بخیر برید. عقل کمال خوب بخوری یک سلام نمیکنه از امرا میایه ماما سلام. چگونه؟ لالا. بله. نه سلامه نه ننوشی هیچ چی دیگه فقط دلم دیونا بخیر بیا و بشی دیگه خب. ادی کم تا چگونه؟ چی دی میشی؟ تا کی با تو بگم؟ یاد نمیره. یاد نمیره. خب چرا اولونی تو لکتیوه؟ چه پینک چه روشه؟ و تو بزرگ خبر کردن. برو تو نانا گفت برو پول بدادن که برو بازار سودا بخر برای این روغانم چون خرت پرت. انا من موتر به تاثرک استاده کردم برفتم که بده کن سودا بخورم میام میبینم که اون بگیرسته به جهر سکیل بالا کردم به هوا. انا هرچی برادی ندویدم بدویدم برادی نبودم موتر به ترافیک. به تا ترافیک برفتم من مرتقه که گفت برو اسناد موتری بیارم. شما اونجا سعی کنیم. اونجا مثلا موتر دیدم انا به تا جهر سکیله. هرچی قیقداد کشیدم برادی دویدم گفتم بیا به تا ترافیک. انا برفتم اونجا مرتقه گفت که برو اسنادایت بیار کاغذایت بیار. خب اول که تبریک باشه. و تو کی گفت که موتر بدار کاسه رو؟ ها؟ تو کی گفتی که موتر بدار کو؟ نه برو من سودا بخرم. هر تو نانه بخوره بخیر. و تو کی گفت که موتر بدار کو؟ من چی میفهمیدم میام. تو خبر نداری که 70 سال بقیات داره؟ چندی؟ 70 سال بقیات داره. 70 سال بقیات داره؟ بله. اون میگن بفروشی اون رو بدی به دولت بدی. من چی میفهمیدم 70 سال؟ ایشتا چی میفهمیدی؟ تو مقدار نمیفهمی. حالا مثلا که گذر برو اسنادار بیارک. بیارک اسنادار ببرو چکار کنو؟ یلا کنو اون موتره. او دیگه چی بکاره به دردم چی میخوره؟ من چی میفهمیدم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. خورچان شو که کنو با تو کی گو؟ با تو کی گو؟ نه گفتم کی گو؟ تو خفه میکنم با تو کی گفته؟ با تو کی گو که تی کارو خوب کن؟
پیش سر میترشی پیش خود سر میترشی یا پیش موترمون شدی مرتگه کو برو کاغذ بیاره بده مرتگه کاغذ بیاره یالا میدیم موتر که 70 سال بقیاد داری یالا میده تو بگر به ترافیک بگذاری خلاصی بگه خلاصه که اون رشته رنگ تلگی سیار شی خب من کاغذ میشه بده از من از همه را دوی سر شاد نکو تو خفا میکنه امروز تو خفا میکنو خود چرا از این روزا ندادیم پولای اینا دیگه میتونه دیگه 70 سال آدم نگاه میداره از کجا می آوردم میدادم از کجا می آوردم میدادم آخه نمیشنم مردم میگم نه کجا می آوردم پول دولت آدم شکم تو سر کن یا پول به دولت بدم پول دولت مرگ داره تگنه داره ها شکم تو سر کنم یا میکشم تو وقت برو از کارو میکنم بکن وقت کاغذای وقت وقت دیگه تا به کی دیگه قمر چند چوکه کنم دیگه دی بیشتر چه کار کنم چی روزگاریه شکماش مردم میشه سال بود از دم زحمت بکشم چی فکر داری شما میان به پارلمان میشینین نه سلام اینی یک مونده نبشی چه دیونه وحشی بری میایی به پیش من میشینی با خدا رو سویج نمیکنی موتر که 70 سال به قیاد داشته باشه او دیگه میتونه تو میتونه پیش دولت خلاص کنی اون موتر یادگاری به بوم بده خداوند بیامرزه بابا داد به پیرم داد پیرم بابا داد به من داد اشته درگیری تو خدا خور چند چوکه کنم یک مرگ خاک هم نیه که پوری زهری بیری کنار میخوردم خود فیصله میکنم که اینا رو همه بیخم دنیا میکردم ماما یه خطی نمیشته کنی موتر ما ببردم به تا ترافیک سلام علیکم. بله سلام علیکم. زنده باشین و علیکم چه کار کردم؟ خطی نمیشته کنی موتر ما بردم به تا ترافیک عریضه نوشته کنم. عریضه عریضه مدیر صاحب گفتم عریضه چی موتر شما؟ موتریه دیگه موتری که آدم سوار میشه میدونی تو موتر یه چیزیه موتر کورولاکی بدم اسنادایو. بله اسناد بدین که نوشته کنم برای عریضه شماره رو بگیرم. اسناد چی؟ اسناد موتره. اسنادا موتره بدین که اینجا برای عریضه شماره رو بگیرم. این عریضه که ما با شما نوشته کنم اسنادا شماره بدون از نوشته نباشه قبول نمیکنم عریضه. اسناد نداریم ما. شما بریم پرسان کنیم خبر دارم با خونه هست اسناد برن خونه هست. اسرا بیارم. بله آقا خدی. شما همینجا گاهی؟ همینجا ما شیشته. نریم ماما. کار ما همینجا تو شما همینجا ما شیشته. خود استاد ما نخون کردن. اسناد موتر همینه؟ بله ها کاغذ نمینه این است که مرتکک به ابو منه خب لولو اسم شریف شما چیه؟ بله اسم شریف شما چیه؟ به شریف بچه هم میمنه اون نمایه من خود من میرم میستونم اسم شریف خود شما میگم چیه؟ اشته اسم شریف شما چیه؟ بفهمیدم من حاله بفهمیدم راست میگه کورولاکیه کورولاک متاس رنگ چیزه سیاه و سفید او بچه هم میمنه نمایه من میرم میستونم من هوشیارم نام خدا من اسم شریف شما رو پرسان کردم من با چمه شما چی کار دارم؟ اسم شریف شما آها بفهمیدم کورولاک رنگ سیاه و سفید لمبوس بغلی و مثلا این لمبوس بغل شما نیه این لمبوس بغل سیاه اون لمبوس بغل سفیده من اسم شریف شما رو پرسان کردم اسم شریف شما میگم چیه؟
اسمش کردارم باید باشه اگه من هر روزی که من دست چپ راست خود بفهمیده باشم میفهمم اگه من فهم که اسم شریف چیه. اسم شریف چیه مثلا؟ همین موتر نیه موتر. من اسم شریف شما رو پرسان میکنم. اسم شریف شما میگم چیه؟ ماما همین تلفن خود بدین شما همین تلفن خود بدین خیر بینی. خدایا چی گیری کردم. ماما شما تا وقت دیگرای نمیشته کنین. من شماره از این رو تا وقتین میگیرم. الو نه استنی نه منو گلک نه بیامدم این موتر من رای کردم برای سودا رای کردم موتر و تا چیز بگرفتم من الان این ماما بیامد و خط نمیشته میکنه با من میگه اسم شریف شما چیه؟ اسم شریف ما چیه مثلا؟ من چی میفهم اینا اسم شریف چی مایم؟ با کی ولالا؟ خب نه من نمیفهم میگم من نمیفهم با براق و زنگه سخت گیری کردم. شما دیگر نمیشته کنیم ماما. الو لالا من اون خوبی خیریته گله کن نگم والا پیش شما آمدم بیا آمدم ماما خیر بینه اینجا نمیشته میکنه خط میگه اسم شریف تو چیه؟ من میگم موتر کرولا که بده دورنگه قبرستون. ماما برال من میگه اسم تو سر قبرستون. آن شما گپ بزنین خود اینا گپ بزنین. بله برو. بپرسیم بگم اسمی. نام از اینا اسم شریف از اینا پرسان کردم. خب اسم شریف از اینا گیلاکه بله. خوب برو درسته. خوب نوشتم. خوب. اسم شریف شما گیلاکه؟ گیلاکه؟ بله. اسم شریف گیلاک میشه؟ بله برو شما میگم. فهمو تره دیگه درسته من نمیفهم. اسم شریف من گیلاک. ولاد پیار من. اسم شریف پیار شما چیه رسید؟ ولاد پیار ما ولاد من نیه دیگه بابا. خداوند پول دهری به من دیگه عقل کمانی هم شما. پول گیلاک. ولاد پیار من. نه دیگه مگر اسم اینا رو بگیم. اسم کی بگم؟ اسم پیار خود مگر بگیم. نوم پیار من. نوم بگیم دیگه ماما شمال تگللوچی آمده حالا با اسم شریف. حسن جوز کله. چی؟ حسن جوز کله. حسن جوز کله. اسم بیبی من زبیده. بیبی شما دیگه با کار نداریم. خاطری یا نمزاد بیبی میبیدک موتر. حال ما مستم که بابو شما رو پرسان کنم. زغی و زاغمه در دو برا لالومه. بابو شما نه؟ ها زغی و زاغمه در دو برا لالومه. زغی و زاغمه در دو برا لالومه. ازر بیدایم ما. ازر بیدا. ها. شاست خور بده. یا کیر گفتم. خش. شکار شد ماما. ماما میخلونن درد میکنه پنجمه. این مگر چاس کنی نکنی این به درد نمیخوره. بیا. استه. استه بد نمیای ماما. ماما استه. استه ماما. بسته دیگه ماما خونه رنگ میدی. بابا بد میای به خدا بد میای دیگه ماما. بچه از پانه معنی بمینجی. بمین جانه. باشو. خلاصه. خیلی. پینجری پیان بده. اگه ماما داشته باشم پینجری پیانه به کفان بیبی کنیه میارم ماما. عرضه به قرض نمیشه ماما. پینجره به 100 روپیه حسابی میشه تو پینجره بگفتم. بخشش با که ماما رختم درنگه خونه با تحریک بود نه دیدم.
چند دیگه بدم؟ 1 دقیقه هم بده. کدی تو برم ماما؟ فقط مستقیم به مدیریت ترافیک یا اسناد شما یا عرضه شما ببرین. با اگه دیگه هم عرضه ماستیم ما به اینجا به خدمت هست. خیر. خداحافظ. خداحافظ شما بخیر برید. از این کاغذ شما نچلین میارم. عرضه همینه دیگه چی نداره بریم به اینجا مشکل شما حل میشه. کجا بودی گیلا؟ کجا بودی؟ عباس بگو بدبخت شده. چه بدبخت؟ چی گل برد دیدی ما؟ چیه؟ هیچی نبوده. چرا این بدبخت شده؟ موتر برفتم که سودا بخرم، موتر حتی بازار بگرفتم، تا جلسگیل بار کردم ببردم به ترافیک. من برفتم اینجا، انا اینجا مرتکب گبر اسنادال بیامدم اسنادال برداشتم ببردم اینجا. انا برفتم مرتکب نمیشته که پینجری پیام بدادم. برفتم تا ترافیک، انا مرتکب میگه مدیر صاحب ترافیک میگم که 71 سالی خلاصه بگو چه کار شده؟ موتر کی به جرسقی والا کرد؟ موتر پیار ما موتر ما دیگه موتر کرولاک ما. خب خلاصه بگو که چه کار بوشه چه کار نشده؟ همین گپ بگو با من. خلاصه به می دیگه من با موتر ما ترافیک ببردم برفتم اینجا اسنادار ببردم میگه 71 سالی بقیات داره. مگر تو اینجا پرتویدی موتر تو بالی موتر بودی، موتر تو بردم جرسقی بالا کردم برای ست ترافیک. متع شدم برفتم عدکون سویدا بخرم. چرا چی خاطر؟ آره انا حالا با تو بیا بدی خود با سرت شه چرا اون موتر پیش تو ببرم؟ خب من برفتم سویدا بخرم موتر و تا سال اگه استاد کردم بیامدم دم اکسای میکنه وجود قب چاسمون میدن و جرسیگل من ترافیک آوردشتم اون ببردم. این به من اگه چیزه من به شیشته بودم که میبردم. پیش بابا برفتی؟ نه پیش لالا برفتم. غریب بود پوستم چی گفتی لالا؟ گردنم بند باشه اما زد که تالشون هم چیز میکنه. خاک به سرت شو موتر که ببومه بودک بزرگی برابر میرفتین گاهی بسرا نانه میرفتین بگیفت لالا پیش تو ببردم. تو نمیتونی بری به لالا بگی من چی کار بکنم؟ بری بگو نزنیم که پیم شو اگه برم بابام میزنه پست من بکنه. شو کجا میری؟ من میزنه خودت تو من میخذارم 35 سال میتونم تا 35 به خانه های طول وردی. بابا تو من دل به چک اخون میکنه تو با من میگی 35 سال میگه. نمیکنه. گوی چرندی نشد کار خیاله که دی خر چرندی نشد گوسفند چرندی نشد به خیاطی شاگرد چیزی نشد آخر موشنگ فروختی نشد بالا یک غم دیگه هم بیاوردی به سرا. از دست تو چیکار کنن آخر؟ گفت مفلحتی تو چاشو میگی با من چه یاد میگی؟ برو بالکن تو بکشم برم از این دنیا بریم. تو خواهر شدن کردم آدم نشد. 75 سال. نه تو که تتر نمو نشدی. ما میگه کار میکنم خلیفه شدم. تو برو موشنگ بفروش بخور. من نه که خلیفه. برو مکان ندارم برو بالکن بکشت برو. ما بیامدم پیش کی با من راو چای یاد دادم میگه 35 سال است. ما هیچ کار ندارم برو بالکن. چرا خاک خوب بخیر کجی تو بزنه مر میزنه هم کار